دیزاین پترن بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اسمش ابسترکت فکتوری. این دیزاین پترن به ما اجازه میده که خانواده ای از اشیاء مرتبط به هم رو بدون اینکه مشخص کنیم کلاس کاملشون چیه ایجاد کنیم. خب این یعنی چی؟ بریم سراغ شناخت مشکلی که قراره این در واقع دیزاین پترن برطرف بکنه رو با یه مثال توضیح میدم. فرض کنید دارید یه سایت یا اپلیکیشن فروش لوازم منزل ایجاد میکنید. اصلا قراره که لوازم منزل بفروشید از طریق سایتتون. خب و کد شما شامل این کلاس ها میشه. یک، خانواده ای از محصولات مرتبط مثل چیر یا صندلی، سوفا یا کاناپه و کافی تیبل یا میز چایخوری یا قهوه خوری. خب و هر کدوم از این محصولات چند نسخه دارن. مثلا مدرن یا همین مدرن و امروزی یا راحتی دارن، اصطلاحی که حالا تو فارسی بکنیم ویکتوریان یا سلطنتی دارن، و آرت دکو دارن که حالا طراحی هنری و فانتزی و این چیزا میشه. خب این محصولات اگر که بیایم به این شکل طبق این تصویر بیایم بررسیشون کنیم، یه همچین ترکیبی رو ایجاد میکنی. یعنی من میتونم یا صندلی مثلا یا مبل فانتزی بگیرم، ویکتوریان بگیرم یا مدرن امروزی بگیرم. خب حالا طرح‌های مختلفی که وجود داره. مشکلی که وجود داره چیه؟ اینه که ما نیاز داریم اشیاء لوازم منزل رو به نحوی تولید کنیم موقعی که ثبت سفارش انجام میشه تو سایتمون که با اشیاء دیگه از همون خانواده مطابقت داشته باشن. مثلا اگر یه نفر صندلی سلطنتی سفارش داده، کاناپه راحتی براش نفرستیم. خب مثلا اینجا میبینید بنده خدا 2 صندلی سفارش داده و میگه که فکر میکنم یه کاناپه هم میخوام. بعد کاناپه‌ای که فرستادن اینجوریه و میگه به نظرم یه چیزی درست نیست. خب حالا یا شاکی میشه یا هر چیز دیگه ای. در نهایت نیازی که وجود داره اینه که مجموعی از عناصری که دارید تولید میکنید و هر کدوم واریانت ها یا در واقع انواع مختلفی میتونن داشته باشن با هم سازگار باشن. خب در واقع نکته ای هم که وجود داره اینه که ما نمیخوایم کدهای قبلیمون رو توی سیستم فروشگاهمون وقتی محصول یا خانواده محصول جدیدی اضافه میشه تغییر بدیم. چرا این مسئله مهمه؟ به خصوص تو این پروژه خاصی که مثال زدیم اینه که فروشندگان لوازم خانگی مرتبا کاتالوگ محصولاتشون رو به روز رسانی میکنن و ما نمیخوایم هسته کدمون هر بار که این اتفاق میفته تغییر کنه. یعنی ما انتظار نداریم که مثلا موقعی که میام یه فرض بکنید باتن ایجاد میکنم توی یه دیالوگ، این دکمه من استایل ویندوزی داشته باشه، از اون ور کادر متنم قالب مک او اس داشته باشه. میخوایم همه یه دست باشن، همه از یه واریانت باشن، همه از یه نوع فرعی باشن. راه حلی که الگوی طراحی ابسترکت فکتوری پیشنهاد میده اینه که صراحتاً برای هر کدوم از محصولات اون خانواده محصولی یه رابط تعریف کنیم. مثلا یه اینترفیس به نام چیر، یه اینترفیس به نام سوفا، یه اینترفیس به نام کافی تیبل. خب و بعد میتونیم هر تنوعی از محصول رو، مثلا اگر من صندلی سلطنتی دارم، یه صندلی مثلا مدرن دارم، یه صندلی مثلا آرت دکو دارم، همه اینها اون رابط چیر رو بیان پیاده سازی کن و تمرکزشون رو تفاوت‌ها باشه ولی رفتار مشترک رو داشته باشیم. یعنی مثلا اینجا ببینید من یه اینترفیسی دارم به نام چیر که رفتاراش ایناست. میگه یه مثلا پایه داره، یه جایی داره که اینو بشه مستقر کرد روش و یه فضایی برای نشستن داره.
ویکتوریان چیر پیاده سازی خودش رو برای پایه داره و فضای نشستن. مادرن چیر هم پایه و نمیدونم حالا فضای نشستن خاص خودش رو داره، ولی به هر حال این دو مورد رو داره. یعنی من رفتاره برام مهمه وقتی با اینترفیس کار میکنم، نه شکل پیاده سازیش. درسته؟ یا به شکل مشابه تمام میزای قهوه خوری باید از رابط کافی تیبل پیروی کنن. این در واقع گام اولیه که توی ابسترکت فکتوری باید برداریم. برای هر نوع محصول یه رابط تعریف میکنیم و قدم بعدی تعریف خود ابسترکت فکتوریه. خود ابسترکت فکتوری چیه؟ باز یه رابطه با مجموعه ای از متدهای تولید کننده برای تمام محصولاتی که جزئی از خانواده محصولن. مثلا حالا تو این مثالی که زدیم اینجا رو ببینید، ما برای هر کدوم از اینها یه رابط میایم مینویسیم و میگیم این صندلی این رابط رو پیاده سازی میکنه، این صندلی ویکتوریان هم اینو پیاده سازی میکنه، این هم اینو پیاده سازی میکنه. حالا برای هر ردیف در واقع من میام یک اینترفیسی تعریف میکنم به نام ابسترکت فکتوری. حالا لزوما اسمش این نیست، یعنی لقبی که بهش میدیم تو این دیزاین پترنه بهش میگیم ابسترکت فکتوری، که سه تا متد معرفی کرده: create chair، create sofa، create coffee table. خب و این متدها باید نوع ابسترکت محصولی که توسط رابط مورد نظر معرفی شده رو برگردونن. یعنی اینترفیس چیر میشه نوع بازگشتی متد create chair، اینترفیس سوفا میشه نوع بازگشتی create sofa توی این ابسترکت فکتوری ما، و اینترفیس کافی تیبل میشه نوع بازگشتی create کافی تیبل. حالا چطور خود اون خانواده محصول و انواع محصولمون رو بسازیم؟ میایم برای هر نوع از خانواده محصول، مثلا آرت دکو، ویکتوریان و مادرن، توی این مثالی که داریم میایم و یک در واقع کلاس میسازیم، یک کلاس فکتوری جدا. این دفعه دیگه متد فکتوری نیست، یک کلاس فکتوری جدا میسازیم که این اینترفیس ابسترکت فکتوریمون رو پیاده سازی میکنه و انواعی که برمیگردونه همه از یه نوع محصولن. یعنی اون پیاده سازی ابسترکت فکتوریمون که مربوط به آرت دکوه، نوع چیری که برمیگردونه آرت دکو چیره، نوع صوفایی که برمیگردونه آرت دکو صوفاه، و نوع کافی تیبلی که برمیگردونه آرت دکو کافی تیبله. خب یا مثلا مادرن به همین شکل، مادرن چیر برمیگردونه، مادرن صوفا برمیگردونه و مادرن کافی تیبل برمیگردونه. خب از اون طرف کد مصرف کننده، یعنی جایی که قرار از این اشیاء استفاده بکنه، باید با محصولات و فکتوری ها از طریق رابط متناظر با اونا کار بکنه، نه کلاس کاملی که پیاده سازی کرده. خب این موضوع به ما اجازه میده که نوع بازگشتی یه فکتوری که به کد مصرف کننده برگردونده میشه و همچنین نوع محصولی که کد مصرف کننده دریافت میکنه رو تغییر بدیم بدون اینکه کد مصرف کننده از کار بیفته. در واقع اینجا رو ببینید، میگه آقا به من یه صندلی بده. میگه که خب من، حالا این فرض کنید اون کارخونه است، میگه آقا من یه اسم دارم میدونی، میگه آقا من اصلا مهم نیست اسمم برات چیه، من یه صندلی میخوام، از نظر من همتون اینه هم. خب حالا اینکه جنبه فانش کاری نداریم. اینجا رو ببینید، یه اینترفیسی داریم به اسم فرنیچر فکتوری. حالا اینجا اسمش اینه ولی در واقع همون ابسترکت فکتوریه. سه تا متد داره: create chair که یک شی از نوع اینترفیس چیر برمیگردونه، یک create coffee table که از نوع اینترفیس کافی تیبل برمیگردونه، و یک create sofa که از نوع اینترفیس سوفا برمیگردونه. حالا برای هر کدوم از این
در واقع خانواده ها ما میام یه پیاده سازی برای این می‌نویسیم، یه فرزند یک در واقع کلاسی که این اینترفیس رو ایمپلمنت میکنه و توی امضا همه اینا دارن باز همون اینترفیس رو میگن، ولی توی پیاده سازی این یه دونه در واقع ویکتوریان چیر برمیگردونه، این یه ویکتوریان کافی تیبل برمیگردونه، این یه ویکتوریان سوفا برمیگردونه. خب این یه مادرن چیر برمیگردونه، مادرن کافی تیبل و مادرن سوفا. نکته‌ای که وجود داره برای این قضیه اینه که مثلا مشتری نیاز به یه کارخونه ای داره که براش صندلی تولید کنه. مشتری اصلا قرار نیست جزئیات این که کارخونه خودش از چه نوعیه یا چه نوع صندلی بهش تحویل میده رو بدونه. صرف این که یه کارخونه تولید لوازم منزل باشه براش کافیه. خب و تنها چیزی که براش مهمه اینه که اگر گفت صندلی میخوام، میز میخوام، کاناپه میخوام، سه تا رو از یه نوع تحویل بده بهش، دو تا رو مدرن نده، یه دونه سلطنتی وسطشون بندازه. خب در واقع این که یه صندلی مدرن گیرش میاد یا سلطنتی، با وجود اینکه مهمه ولی در نهایت همشون یه جور رفتار میکنن دیگه. میگه من یه صندلی میخوام ازت، خب مثلا انتظار داره بتونه روش بشینه و اینا رفتارهایی هستن که توی رابطه چر تعریف شدن. خب با این رویکرد تنها چیزی که برای مصرف کننده در مورد صندلی مهمه و میدونه اینه که متد سیت آن به یه شکلی داخلش پیاده سازی شده. و نکته بعدی که براش مهمه اینه که هر مدل صندلی که تحویل بگیره همیشه با مدل کاناپه و میز قهوه خوریش که از همون کارخونه تحویل میگیره یکسان خواهد بود. موضوع بعدی که باید در موردش توضیح بدم اینه که اگه مشتری فقط با رابطهای چکیده یا ابسترکت سر و کار داشته باشه، خب از منظورم کد مصرف کننده است، خب پس چی قراره خود کارخونه رو ایجاد بکنه؟ یعنی چه بخشی از کد مسئول ایجاد اینه که ویکتوریان فرنیچر درست بشه، فکتوری درست بشه یا مادرن فرنیچر فکتوری تولید بشه؟ خب بذارین این سوال رو با تعاریف برنامه نویسی بپرسم مجددا. خب کد مصرف کننده فقط منتظر اشیاییه که رابط های مربوط به محصولات یعنی چیر و کافی تیبل و سوفا رو پیاده سازی کردن، ولی خود فکتوری اصلی که نوشتیم هم یه اینترفیس دیگه، درسته؟ و برای هر خانواده محصول یه فکتوری کامل نوشتیم که این رابط رو به نحوی پیاده سازی کرده که اشیایی که تولید میکنه همه از یه نوع واقعی باشن. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که چه بخشی از کد مسئول تولید خود این فکتوری هست، یعنی از اینا بیاد شی بسازه. معمولا خود برنامه، خود پروژهتون یک شی فکتوری بر اساس شرایط و تنظیمات پروژه ایجاد میکنه که این تنظیمات از طریق فایل‌های تنظیمات یا مثلا متغیرهای محیطی مثل فایل env یا کانفیگ و اینجور چیزا مشخص میشه. ولی این امکان هم وجود داره که یه تابع کمکی، هلپر فانکشن چیزی یا هر روش دیگه ای بنویسید، ایجاد کنید که نوع نهایی محصول رو، مثلا اینکه قرار مدرن باشه یا ویکتوریان باشه یا آرت دکو باشه، به عنوان پارامتر میگیره و یه فکتوری بر اساس این پارامتر تحویل میده. بریم سراغ ساختاری که برای این در واقع معماری میشه در نظر بگیرید. قسمت اول محصولات یعنی که ابسترکتن، یعنی حالا اینترفیسن. ما یه پروداکت A داریم، یه پروداکت B داریم که اینا اینترفیسن، مثل همون چیر و سوفا و حالا کافی تیبل. در واقع رابط هایی هستن برای یک مجموعه از محصولات متمایز ولی مرتبط با هم که در کنار هم دارن یه خانواده از محصولات رو ایجاد میکنن. از اون طرف محصولات کامل رو داریم که پیاده سازی های مختلف از محصولات چکیدمونن که بر اساس نوع گروه بندی شدن. یعنی مثلا من یه دونه
پروداکت A 1 دارم و B 1 که هر دو هم نوعن، یعنی هر دو مثلا اون واریانتشون یکیه، جفتشون مثلا ویکتوریانن. و هر محصول چکیده‌ای توی مثال ما که صندلی و مبل و میز قهوه خوری بود باید توی تمام انواع محصول که مثل مدرن یا ویکتوریان یا آرت دکوه پیاده سازی بشه. قسمت سوممون ابسترکت فکتوریه، خود اینترفیسی که برای کارخونه‌مون داریم تعریف میکنیم. خب و یه رابطه که مجموعه‌ای از متدها داره برای ایجاد هر کدوم از محصولات چکیدمون. یعنی میبینید اینجا ما 2 تا محصول داریم، حالا تو مثالمون که از گفتیم مبلمان بود 3 تا داشتیم و اینجا 2 تا متد داره، یکی پروداکت A تحویل میده، یکی پروداکت B و نوع بازگشتی اینها همین اینترفیس است، نه محصول کامل. خب و حالا به ازای هر واریانتی ما یک کارخونه کامل داریم، یه پیاده سازی متفاوت از رابط ابسترکت فکتوریمون به ازای هر کدوم از انواع محصول که فقط محصولاتی از همون رو تحویل میده. یعنی درسته اینجا تایپش اینترفیس اعلام شده ولی مثلا این کانکریت فکتوری 1 کانکریت پروداکت A1 و کانکریت پروداکت B1 تحویل میده و کانکریت فکتوری 2 کانکریت پروداکت A2 و کانکریت پروداکت B2 تحویل میده. خب درست شد. و از طرفی با وجود این که کارخونه های کاملمون اشیاء کامل میسازن، یعنی خروجیشون یک شیء ابسترکت نیست، ولی امضای اونا باید رابط متناظر با محصول باشه، نه خود محصول. اینجوری کد مصرف کننده که داره از یه کارخونه استفاده میکنه وابسته به نوع خاصی از محصولی که از یه کارخونه دریافت میکنه نیست. مصرف کننده میتونه با هر کارخونه و نوع محصولی کار بکنه تا وقتی که با اشیا از طریق رابطهای اونها تعامل داره. یعنی برای کلاینت ما چیزی که مهمه اینه که مثلا پروداکت A رو که کرییت پروداکت A رو صدا میزنه، متدهای اینترفیس پروداکت A رو بتونه صدا بزنه روش. حالا براش مهم نیست کدوم یکی از پروداکت A هاست، پروداکت A 1 یا پروداکت A 2. برای مصرف کننده کد ما، یعنی جایی که قراره از کل این دیزاین پترن ما توی کدمون استفاده بشه، چیزی که مهمه اینه که خروجی متد create product A، حالا چه از این فکتوری استفاده کرده باشیم، فکتوری 1 یا از فکتوری 2، یک شیء از نوع اینترفیس پروداکت A و هر متدی اینجا تعریف شده باشه رو میتونه روش صدا بزنه. حالا اینکه چطور پیاده سازی کرده مهم نیست، اینکه این داره مثلا پروداکت A1 برمیگردونه یا پروداکت A2 براش مهم نیست، فقط میگه آقا من اینترفیس پروداکت A رو ببینم روی این چیزی که به من داری تحویل میدی. همون مثال صندلی و اینا رو در نظر بگیرین تو ذهنتون. میگه آقا من بتونم رو صندلی بشینم. چیزی که برای من مهمه از خروجی این کارخونه ها اینه که مجموعه عناصری که بهم تحویل میدن از یک نوع باشه. خب برام متفاوت نبودنشون مهمه، نه اینکه لزوما از چه نوعی هستن. و نکته بعدی که مهمه اینه که وقتی میگم صندلی به من تحویل بده، یه صندلی بده جای نشستن داشته باشه دیگه. اینکه چجوری میشینن رو باهاش حالا یه جوری کنار میام دیگه. خب یعنی به پیاده سازی رفتار حساس نیست، به وجود رفتار حساسه. حالا بریم سراغ یه شبه کدی. میخوایم با یه مثال نشون بدیم که این الگوی طراحی ابسترکت فکتوری میتونه کجاها مثلا به دردمون بخوره. فرض کنید همون مثالی که داشتیم برای یک اپلیکیشن کراس پلتفرم، میخوایم یک سری عناصر یو آی کراس پلتفرم بسازیم بدون اینکه کد مصرف کننده وابسته به کلاس‌های واقعی یو آی بشه. توی این مثالی که میخوایم مطرح بکنیم میخوایم ببینیم نشون بدیم که الگوی طراحی ابسترکت فکتوری
چطوری میتونه برای ایجاد عناصر UI توی یه اپلیکیشن کراس پلتفرم کمک کنه بدون وابسته کردن اون بخشی از کد که مصرف کننده است قراره از این عناصر استفاده بکنه به خود کلاس های واقعی UI. خب در حالی که تمام عناصری که دارن تولید میشن خب باید در واقع بر اساس یک سیستم عامل خاص با هم دیگه سازگار باشن. ببینید انتظاری که توی یه سیستم کراس پلتفرم وجود داره اینه که عناصر UI یکسانی توی پلتفرم های مختلف که وجود دارن رفتارهای یکسان داشته باشن، ولی ظاهرشون بر اساس پلتفرم مربوطه ممکنه تفاوت جزئی داشته باشه. درسته؟ یعنی مثلا من انتظار دارم یه دکمه توی ویندوز و مک اون رفتار اصلی که کلیک کردنه داشته باشه، ولی از نظر ظاهری ممکنه متفاوت باشه. ولی نکته‌ای که مهمه و انتظاری که داریم اینه که توی ویندوز دکمه‌های شبیه مک او اس نداشته باشیم، یا از اون بدتر دکمه‌ها مثلا ظاهر ویندوزی داشته باشن ولی کنترل‌های پنجره شبیه مک او اس باشن، اون دکمه‌های ماکسیمایز و مینیمایز و اینا. خب یا مثلا دراپ داونتون شبیه لینوکس باز بشه. رابط ابسترکت فکتوری یه مجموعه از متدهای تولید کننده رو داره معرفی میکنه که میتونن انواع مختلفی از عناصر UI رو توی این مثال خاص ما مثل دکمه و دیالوگ و کادر متن و غیره بسازن و کارخونه های کاملی که ایجاد میشه بر اساس هر پلتفرم از روی این رابط تولید میشن و عناصر واقعی رو بر اساس همون پلتفرم تولید میکنن. این روش اینجوری کار میکنه که وقتی برنامه داره اجرا میشه، خب ما میایم و در واقع نوع پلتفرم رو چک میکنیم و بر اساس اون یک شی از کلاس کارخونه کامل متناظر با همون پلتفرم ایجاد میکنیم و بقیه کد از این کارخونه میاد استفاده میکنه و در واقع با کمک این کارخونه‌ای که ایجاد شده عناصر UI رو میسازه و این کار جلوی تولید و استفاده از عناصر اشتباه رو میگیره. با این روی کردی که داریم، کد مصرف کننده تا وقتی که با اشیا از طریق رابطشون سر و کار داره و تعامل داره لازم نیست وابسته به کلاس‌های کامل کارخونه‌ها و عناصر UI باشه، چون هر رفتاری که نیاز داره توی رابط اعلام شده. به علاوه این روش به کد مصرف کننده اجازه میده که از کتابخانه‌های دیگه یا عناصر UI دیگری که بعداً هم در آینده اضافه میشن هم بیاد استفاده کنه و در نتیجه شما نیاز نیست کد کلاینت رو هر بار که یه پلتفرم جدید از عناصر UI مثلا برای لینوکس یا وب یا هر چیز دیگه ای یا اصلا یه عنصر UI جدید مثل لیست دراپ داون به پروژه اضافه میشه تغییر بدید. خب بریم سراغ شبه کدمون. ببینید ما اینجا یه اینترفیسی داریم به اسم GUI Factory که دو تا در واقع متد معرفی کرده، Create Button که یک شی از نوع اینترفیس باتن برمیگردونه و Create Checkbox که یک شی از نوع اینترفیس Checkbox برمیگردونه. حالا از این اینترفیس دو تا پیاده سازی داریم، یکی برای ویندوز که متد Create Button رو رونویسی میکنه و یه دونه وین باتن برمیگردونه و یه دونه در واقع حالا Create Checkbox یا وین Checkbox برمیگردونه و از اون طرف هم مک فکتوری رو داریم که مک باتن و مک Checkbox برمیگردونه. خب اینترفیس باتنمون یه متد پینت داره برای نمایش دکمه، خب و وین باتنمون اون رو به شکل ویندوزی پیاده سازی میکنه. حالا آن کلیک و اینام هست، فعلا اینجا دیگه نوشته نشده برای اینکه خلاصه تر بشه، فقط تفاوت ها رو آورده.
و مثلا مک باتن هم به شکل مک او اس میاد رندر میکنه. چک باکسمون به همین شکل مثلا پینت داره. حالا ممکنه یه مثلا رویداد دیگه داشته باشه تحت عنوان set checked، یه متد دیگه که اگر ترو بدیم تیک میخوره، اگر فالس بدیم تیکش برداشته میشه. خب اینم در واقع 2 پیاده سازی داره برای ویندوز و مک که با استایلای اون سیستم عاملا میان کار رو انجام میدن. نکته‌ای که وجود داره اینجا توی برنامه است، تو کلاس اپلیکیشنه. ببینید اینجا اومدیم گفتیم که یه فیلدی داریم به اسم باتن و توی سازنده برنامه‌مون میایم میگیم یه فکتوری به من تحویل بده از نوع اینترفیس. خب و فیلد فکتوریمون رو با اون مقدار دهی میکنیم. حالا کرییت یو آی چی کار میکنه؟ دکمه رو میاد از روی فکتوری کرییت باتن رو صدا میزنه و نمایشش میده. حالا یه جایی داریم تو برنامه تحت عنوان کانفیگوریتور. قبل از اینکه برنامه ایجاد بشه کانفیگوریتور میاد تنظیمات رو میخونه و بر اساس سیستم عامل یه فکتوری جدید میسازه. خب مثلا یه وین فکتوری یا مک فکتوری و میاد یک شی از کلاس اپلیکیشن ایجاد میکنه، یعنی از این کلاس بالا، و فکتوری مناسب رو بهش پاس میده. دیگه وقتی تو برنامه من میگم یه دکمه برو بساز، میره کرییت باتن اون فکتوری که مناسب بوده و اعلام شده مثلا وین فکتوری یا مک فکتوری براش ارسال میشه و یه دکمه ویندوزی یا دکمه مک او اس تحویل میگیره. و اینجوری چه دکمه بخوام چه چک باکس بخوام هر جایی این فکتوری همه رو از یه جنس به من تحویل میده. از الگوی طراحی ابسترکت فکتوری زمانی استفاده میکنیم که کدمون نیاز به کار با خانواده های مختلفی از کلاس های مرتبط به هم داره. خب ولی نمیخوایم وابسته به یک کلاس خاص باشیم و این الگوی طراحی به ما اجازه میده که حتی قبل از نوشتن کدهای کلاس‌های کامل هم ازشون استفاده کنیم، چون کد مصرف کننده به رابطه‌هایی که طراحی میکنید وابسته میشه. خب و در واقع به ما یه رابط میده برای ایجاد اشیا از هر کلاسی و تا وقتی که کدمون اشیا سازگار با این رابط تولید کنه لازم نیست که نگران ایجاد انواع مختلف محصول باشید، حتی محصولاتی که تا الان تو برنامه‌تون وجود نداره. برای اینکه این رو توی برنامه‌تون پیاده سازی بکنید یه سری گام باید به ترتیب طی کنید. خب گام اولی که باید انجام بدید چیه؟ یه ماتریس از محصولات و انواعشون ایجاد کنید. یه سری سطر، خانواده های محصولی که دارید و یه سری ستون چه محصولاتی تو هر خانواده وجود داره. خب مثلا الان اینجا تو این مثالمون، حالا همون این تصویر رو در نظر بگیرید با مثال اپلیکیشن کلاس پلتفرم ویندوز، لینوکس، مک او اس. از این ور چه چیزایی داریم؟ باتن داریم، چک باکس داریم و مثلا تکست فیلد داریم یا مثلا چه میدونم تکست اینپوت داریم. اینا ممکنه بیشتر بشه، به مرور هم این ردیف ها هم ممکنه بیشتر بشه. مثلا شما وب رو هم بیاید اضافه بکنید، اندروید و آی او اس رو هم بیاید اضافه کنید. خب ولی به هر حال یه ماتریس نیاز داره. حالا میایم برای محصولات مختلف، یعنی این ستون ها، برای هر ستون یه رابط تعریف میکنیم و رفتارهایی که فارغ از اینکه از چه خانواده‌ای باشن از اون محصول انتظار داریم و برنامه کد مصرف کننده قرار اونا رو صدا بزنه رو توی رابطمون می‌نویسیم و بعد کلاس های کاملی که هست توی محل تلاقی این سطر و ستون ها هر کدوم میشه یک کلاس. خب یعنی یک تایپ جدید. مثلا صندلی آرت دکو، کاناپه آرت دکو، صندلی ویکتوریان. توی این کلاس ها میایم اون رابط ها رو پیاده سازی میکنیم.
پس هر کدوم از این خونه ها رابط اون ستونش رو پیاده سازی میکنه. بعد میایم برای این ردیف ها هم یه رابط مینویسیم. اسم این رابط ابسترکت فکتوریه و توش متد هایی داریم برای تولید هر کدوم از این خونه ها. create chair, create sofa, create coffee table. یا توی اون مثال UI create button, create checkbox, create text field. خب ولی این فقط یک اینترفیسه. بعد میایم حالا مجموع برای هر ردیف، برای هر خانواده یه پیاده سازی از اون اینترفیس میذاریم. توی اون اینترفیس نوع بازگشتی هر متد این رابطه ها معرفی شدن. نه مثلا بگیم آرت دکو چیر، میگیم چیر. توی پیاده سازی اون در واقع ردیفی که مربوط به آرت دکو یعنی فکتوری آرت دکو، کرییت چیرش نوع بازگشتیش دوباره چیره توی امضای متد، ولی چیزی که واقعا برمیگردونه یه آرت دکو چیر برمیگردونه. کرییت سوفا نوع بازگشتیش سوفاه ولی آرت دکو سوفا برمیگردونه. کرییت کافی تیبل نوع بازگشتیش کافی تیبله ولی آرت دکو کافی تیبل برمیگردونه. در نتیجه اگر من بر اساس تنظیمات برنامه‌ام اومدم فکتوری آرت دکو انتخاب کردم، آرت دکو فکتوری رو، هر کدوم از اینا رو که صدا بزنم، چه کرییت چیر رو صدا بزنم، چه کرییت سوفا، چه کرییت کافی تیبل، همه از یه نوع یعنی آرت دکو برگردونده میشه. اگر توی کانفیگم رفتم تغییر دادم گفتم آقا از این به بعد قرار برنامه من مدرن تولید بکنه، خط تولیدم میخوام بزنم مبلمان مدرن، کرییت چیر رو صدا بزنم، کرییت سوفا رو صدا بزنم یا کرییت کافی تیبل رو صدا بزنم، همه اینها مدرن تحویلم میدن. حالا گام بعدی که باید برداریم چیه؟ ما یک بخشی باید داشته باشیم مثل این تنظیمات برنامه که این حالا از یه فایل تنظیمات میخونه یا اصلا رندوم، اصلا این مهم نیست. یکی از این فکتوری ها رو انتخاب میکنه و این رو به تمام کلاس هایی که محصول تولید میکنن یا مثل این مثال ما به اپلیکیشن میفرسته و دیگه بقیه برنامه با این فکتوری کار میکنه. خب و گام آخری که باید برداریم اینه که کدمون رو بیایم بررسی بکنیم. هر جایی که مستقیم سازنده های محصولات رو یعنی اون چیر رو نمیدونم حالا اون خود اون کلاس ها یعنی مادرن چیر یا نمیدونم ویکتوریان سوفا یا آرت دکو کافی تیبل رو مثلا داریم صدا میزنیم، سازنده هر کدوم از اینا رو دونه دونه تو برنامه‌مون صدا میزدیم، میایم سازنده فکتوری که الان لود شده رو جایگزینش میکنیم، یعنی اون متد کرییت فکتوریمون رو جایگزینش میکنیم. اینجوری مطمئنیم که هر جا من بگم چیر یا بگم سوفا یا بگم کافی تیبل همه رو از یه نوع به من میده، چون همه رو دارم از یه فکتوری تحویل میگیرم. مثلا اگر من بگم دکمه میخوام یا چک باکس میخوام یا کادر متن میخوام، همه رو به من ویندوزی میده یا همه رو مک میده یا همه رو لینوکس میده، بسته به اینکه تنظیمات برنامه‌ام چیه. مزایای این دیزاین پترن چیه؟ میتونید مطمئن بشید که تمام محصولاتی که توسط یه فکتوری تولید میشن از یک نوع هست. این مزیت اول. مزیت دوم اینه که از وابستگی یا در واقع ادغام یا ترکیب یا کاپلینگ شدید بین کلاس‌های کامل محصول و کد مصرف کننده خودداری میکنیم. یعنی کد مصرف کننده به رابط ها وابسته است، نه به خود کلاس هایی که اون رابط ها رو پیاده سازی کردن. مورد بعدی این که اصل SRP رعایت شده و میتونیم کدای تولید محصول رو توی یه مکانی قرار بدیم تا پشتیبانی و بروز رسانی و رفع باگ های احتمالی کد راحت تر بشه و اگر تایپ جدیدی هم اضافه شد
خب میاید اینجا حالا چه نوع محصول جدید در واقع اضافه بشه، محصول جدید یا چه نوع محصول جدید اضافه شده. اگه محصول جدید اضافه شد میاد خیلی راحت اینجا یه متد به اینترفیس اضافه میکنید و توی تمام پیاده سازی ها هم شما رو وادار میکنه که پیاده سازی مناسب رو براش بنویسید. اگر هم یه خانواده، یه گروه محصولی جدید تو اضافه شد، مثلا اینجا الان اندروید هم اومد اضافه شد، یه کلاس جدید میسازید که اون هم این اینترفیس فکتوریتون رو، ابسترکت فکتوریتون رو پیاده سازی کرده و نسخه پیاده سازی مناسبتون رو میایید براش می نویسید که به شکلی که برای اون سیستم عامل یا اون در واقع یو آی جدیدتون هست عناصر رو بیاد تولید کنه. یعنی این قابلیت توسعه رو هم برامون راحت تر میکنه. و موضوع بعدی، مزیت بعدی اینه که اصل OCP هم رعایت شده و میتونیم انواع محصول جدید رو بدون شکستن و از کار انداختن کدای مصرف کننده قبلی به پروژه اضافه کنیم. و ایرادی که وجود داره باز مثل فکتوری متد اینه که کدمون پیچیده تر از چیزی میشه که در حالت عادی باید باشه، چون کلی رابط و کلاس جدید تو این الگو به برنامه اضافه میشه. این هم در واقع نکاتی بود و توضیحاتی بود که در مورد دیزاین پترن ابسترکت فکتوری برنامه ریزی داشتم که بهتون بگم.